با عرض سلام و خسته نباشید مجدد خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی. خوش آمد میگویم به کسانی که از این لحظه با ما همراه شدن در برنامه جدید روحانی قرآن کریم که از این هفته ان شاء الله تا هفته های دیگر و تا ماشاءالله آنچه که الله متعال بخواهد در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود با این برنامه. اما تعریف قرآن کریم. قرآن کریم در لغت از مصدر قرأ یقرأ قراءتن مشتق شده است که به معنای جمع شدن یا جمع نمودن یا به تعبیر دیگر الضم والجمع به معنای جمع هست که این آیه کریمه که ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. الله متعال در این آیه منظور از قرآن، کلمه قرآنی که در این آیه آمده هستن به معنای جمع است، یعنی جمع آن و جمع‌آوری قرآن با ما هست. الله متعال می‌فرماید خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس لغتاً به معنای جمع و مصدر قرأ یقرأ می باشد. اما اصطلاحاً چیست قرآن کریم؟ کلام الله است که بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است که آیات آن معجزه است و تلاوت نمودن آن عبادت است و با تواتر یعنی متواترا نقل شده است و به ما رسیده است و همچنین در مصاحف، در مصحف، در این کتابی که امروزه به قرآن مشهور است نوشته شده است و با سوره الفاتحه شروع می شود و همچنین با سوره ناس پایان می یابد. این تعریفی است جامع و کامل در مورد قرآن کریم، تعریفی اصطلاحی که اگر به شرح این تعریف بپردازیم، هنگامی که میگوییم کلام الله است، پس هر کلام بشری از آن خارج می شود و همچنین بر محمد مصطفی نازل شده است، کتاب‌های دیگر آسمانی از آن جدا می شود مانند تورات و انجیل. و هنگامی که میگوییم با تلاوت آن ما عبادت الله را به جای می آوریم، چگونه است؟ اینجا فرق بین قرآن و احادیث و به ویژه احادیث قدسی مشخص می شود. شکی نیست که حتی احادیث هم و به ویژه احادیث قدسی یعنی احادیثی که از جانب الله متعال رسول الله نقل نموده است از الله متعال، این احادیث خواندن آن نیز اجر و پاداش دارد، اما اجر و پاداش قرآن فراتر است و همچنین احادیث قدسی را ما نمیتوانیم در نماز بخوانیم به عنوان آیاتی از نماز، گرچه کلام الله است، اما ما میتوانیم قرآن را در نماز بخوانیم به عنوان آیاتی که تلاوت می شود و نماز ما را صحیح می داند این تلاوت نمودن. اما از ویژگی های دیگر قرآن کریم اگر خدمت شما عزیزان عرض بکنم این هست که اجزای قرآن کریم 30 جز هست، سوره های آن 114 سوره هست، آیات قرآن کریم 6236 آیه هست، طولانی ترین سوره آن سوره بقره هست، کوتاه‌ترین سوره آن سوره کوثر هست و طولانی ترین یا بلندترین آیه آن آیه 282 سوره بقره که همان آیه مداینه هست در مورد دین و قرض و کتابت و این موارد می باشد. اما قرآن کریم چگونه نازل شد؟ قرآن کریم در رمضان سال 610 هجری که در روایت های مختلف آمده است 21 یا 23 یا 26 رمضان، به هر حال در ماه مبارک رمضان بود، ببخشید 610 میلادی، در سال 610 میلادی در ماه مبارک رمضان که برابر بود با ماه آگوست میلادی در غار حرا واقع در کوه نور بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم نازل شد. اولین دیدار محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با جبرئیل امین بود. این دیدار که بسیار برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز گران آمد، هنگامی که دید جبرئیل با 600 بالش افق را پوشانده است، یعنی آن غروب را، آن مرز بین
آسمان و زمین را پوشانده است. و در این وحی بود یا در این نزول وحی بود که آیات اولیه سوره مبارک علق نازل شد و الله متعال خطاب به محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بر زبان جبرئیل امین می‌فرماید که اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت، پروردگاری که تو را خلق کرده است. خلق الانسان من علق، آن پروردگاری که انسان را از لخته خونی بسته خلق کرده. اقرأ و ربک الاکرم، بخوان که پروردگار تو گرامی ترین و بزرگ داشت و بزرگ دانسته ترین هست، گرامی ترین و مکرم ترین است پروردگار تو. الذی علم بالقلم، پروردگار تو آن پروردگاری است که با مداد و قلم آموزش داد، علم و دانش را آموزش داد به وسیله مداد و قلم، که این خود دال بر اهمیت دین مبین اسلام به علم و دانش و قلم و مداد و خواندن و نوشتن است. علم الانسان ما لم یعلم، این پروردگار به انسان چیزهایی را یاد داد که انسان نمیدانست آن را، و واقعا هم همین گونه است. انسان هنگامی که به دنیا می آید هیچ چیزی نمیداند، حتی گریه را فقط به طور غریزی می تواند انجام دهد، اما غیر از گریه هیچ کلمه ای، هیچ حرفی را نمی تواند بر زبان بیاورد. الله متعال او را می آموزد، یاد می دهد. پس این اولین آیاتی بود که بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم نازل شد. ببینیم که چقدر آیاتی است عظیم، آیاتی است که به خواندن و به نوشتن و به علم و به دانش میپردازد. سبحان الله، آنهایی که دین مبین اسلام را متهم میکنند که دینی است که با علم و دانش میستیزد، بسیار اشتباه میکنند و بر باوری نادرست هستند اگر بنگرند به این آیات که اولین آیاتی است که بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. اما پس از این حادثه بسیاری از تاریخ نویسان بر این باورند که وحی بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا مدت زیادی قطع شد. برخی میگویند 40 روز و برخی میگویند 6 ماه و برخی میگویند 3 سال. اما بالاخره در مدتی که شاید در بین این 3 رأی و 3 نظریه باشد، وحی بار دیگر بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل گشت. آیه مبارکه سوره مدثر بود که بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل گشت، هنگامی که الله متعال می‌فرماید یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر، ای کسی که خود را پوشانده ای. زیرا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پس از اینکه آیاتی عظیم بر او نازل شد، آیات اولیه سوره مبارکه علق، اولین وحی که بر وی نازل شد، وحشت و سنگینی وجود وی را فرا گرفت و به خانه رفت و خطاب به همسر گرامیش خدیجه کبرا فرمود که دثرونی دثرونی، مرا بپوشانید، مرا با پتو یا با چیزی که به هر حال مرا در بر بگیرد، پارچه‌ای مرا بپوشانید. رسول الله را پوشاندند. ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را پوشاندند. به همین خاطر پس از این آیاتی که بعد از آن نازل شد که شاید بهترین رأی همان 40 روز باشد، آیات اولیه سوره مدثر بود که ای کسی که خود را پوشانده ای، قم فانذر، بلند شو و بیم بده، بترسان آنها را از این که از راه خدای روی گردان شده اند. به آنها بگو که قیامتی هست، اللهی هست، خالقی هست، معبودی هست، حقی است و باطل، و پروردگارت را و ربک فکبر، پروردگارت را تکبیر بگوی، تا ادامه این آیات. و پس از این آیات بود که تا 23 سال قرآن کریم به طور پی در پی و به تدریج بر رسول الله
صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم نازل شد و هرگز قرآن کریم یک باره بر رسول الله نازل نشد، بلکه در طول 23 سال بر رسول الله نازل شد که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 13 سال آن را در مکه و 10 سال و چند ماه دیگر را در مدینه بودند و آیاتی که در آن 13 سال مکی نازل شد به آیات مکی معروف هست و آیاتی که در 10 سال مدینه نازل شد به آیات مدنی مشهور گشته است و آیاتی که در 13 سال مکه یا همان آیات مکی بیشتر به مبحث توحید و عقیده و ترسیخ مبادئ الوهیت و توحید و قیامت و بعث و رستاخیز میپردازد و اما آیاتی که در مدینه نازل شده است یا آیات مدنی به تعبیر دیگر که آیاتی است که در دوران مدنی نازل شده، این آیات بیشتر به تشریع یا قانونگذاری میپردازد، قانونگذاری جامعه اسلامی، تمامی نیازهایی که بشر به آن نیازمند است در قانونگذاری و در اداره یک جامعه و یا به تعبیر دیگر یک حکومت اسلامی. بله بینندگان عزیز، با هم یک میان برنامه رو ببینیم تا پس از آن باز هم در خدمت شما بزرگواران باشم و بخش بعدی را که همان بیان فضیلت قرآن کریم هست با هم مرور بفرماییم. تلاوت قرآن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند قرآن بخوانید، زیرا قرآن در روز قیامت برای اهل خویش شفاعت می‌کند. زهراوین را یعنی بقره و آل عمران را بخوانید، زیرا که در روز قیامت همانند دو پاره ابر سفید و نورانی یا دو سایبان یا دو دسته پرنده می آیند و از اهل خود حمایت می کنند. سوره بقره را بخوانید، زیرا تلاوت آن برکت و ترک آن حسرت است و جادوگران نمی توانند آن را حفظ کنند و نمی توانند بر خواننده آن تسلط یابند. اللهم اجعل القرآن شفيعنا وأنيسنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. با عرض سلام و خسته نباشید مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. اما قبل از اینکه به بیان فضیلت قرآن کریم و اهمیت این کتاب عظیم آسمانی بپردازیم، لازم میدونم مراحل جمع قرآن کریم، جمع‌آوری این کتاب آسمانی رو خدمت شما بینندگان عزیز توضیح بدم. قرآن کریم به طور کلی در 3 مرحله جمع‌آوری شد. مرحله اول که همان عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دوران ایشون بود که در آن زمان هنگامی که وحی بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل میشد، صحابه بزرگوار آن آیات را حفظ می نمودند و اصل در تمامی این 3 مرحله که انشاءالله خدمت شما توضیح خواهم داد، اصل حفظ این آیات بود. ابتدا که نازل می شد رسول الله حفظ می نمود و پس از اینکه رسول الله تلاوت می نمود برای اصحاب و یارانش، برای کسانی که با وی بودند از خاندان و یاران و شاگردانش، آنها نیز حفظ می نمودند و همچنین به آن عمل می کردند پس از حفظ آن. اما پس از حفظ و عمل کار دیگری که آنها انجام می دادند، برخی از صحابه که معروف بودند به کتاب وحی همانند خلفای 4گانه
رضی الله عنهم اجمعین، ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم و همچنین معاویه رضی الله عنه، ابی بن کعب، زید بن ثابت، خالد بن ولید و ثابت بن قیس و دیگر صحابه که بودند. اینها از مشهورترین آنها بودند که قرآن را می نوشتند، که معروف بودند به کتاب وحی. و اما بر روی چه؟ در آن زمان در جامعه مکی یا به طور کلی در جزیره العرب کاغذ نبود، بلکه بر روی پوست و بر روی آن تنه درخت خرما و همچنین بر روی استخوان‌های حیوانات، استخوان‌های بزرگ و صافی که از حیوانات مانده بود و همچنین برخی آنها بر روی تخت سنگ‌های پهن و بزرگی که وجود داشت آیات قرآن را حک می‌کردند و یا می‌نوشتند. در این زمان تنها به این نوشتن اکتفا شد، اما قرآن در این دوره به عنوان یک کتاب کامل که تمامی آیات آن جمع شده باشد و با این ترتیب امروزی در اختیار ما یا که در اختیار ما قرار دارد در واقع وجود نداشت. میبینیم که شاید سوالی اینجا برای خیلی از بینندگان به وجود بیاید که چرا قرآن در یک کتاب همان گونه که امروزه در دست ماست در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جمع نشد؟ جواب این سوال بسیار واضح است. اول این که قرآن در طول 23 سال به تدریج بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، نه یک باره. به همین خاطر نمیتوانستند که یک باره این نوشته ها را در یک مکان جمع کنند. و مورد دیگر این که قرآن کریم در آن آیات بسیاری وجود داشت که بعدها نسخ شد و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز این را می‌دانست که برخی از آیات نسخ می شود، برخی از آیات تلاوت آن، برخی از آیات حکم آن و برخی از آیات هم حکم و هم تلاوت آن نسخ می گردد و اصلا نیازی به تلاوت کردن آن و نوشتن آن نیست. و اما مرحله دوم نوشتن قرآن در زمان ابوبکر صدیق خلیفه برحق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود که در یک مصحف، یعنی در یک کتابی که امروزه ما در اختیار داریم، کتابی که به همین شکل بود که معروف شد به مصحف، از همان زمان که آیات آن با همان ترتیبی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفته بود و جبرئیل به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آموزش داده بود، بر همان ترتیب آیات آن نیز ترتیب داده شد، اما سوره های آن در برخی از روایات آمده است که بر آن ترتیبی که امروزه هست نوشته نشده بود. این در عهد ابوبکر صدیق بود. اما چه چیزی باعث شد که ابوبکر صدیق تمامی این مصحف ها و یا این نوشته هایی که در واقع، چون مصحفی وجود نداشت قبل از عهد ابوبکر صدیق رضی الله عنه، نوشته هایی بود پراکنده در نزد اصحاب، در نزد امهات المؤمنین، در نزد کاتبان وحی، چه چیزی باعث شد که ابوبکر صدیق آن را جمع کند در یک کتاب؟ هنگامی که بسیاری از کاتبان وحی، قاریان قرآن، حافظان قرآن به جنگ مشرکین می رفتند برای نشر دعوت، برای دفاع از حکومت اسلامی، از مدینه فاضله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هنگامی که بسیاری از عربهای منطقه، عربهایی که بعداً از اسلام بعد از فوت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرتد شدند، به جنگ آنها می رفتند. بسیاری از حافظان قرآن، بسیاری از قاریان قرآن شهید شدند و از دنیا رفتند. اینجا بود که عمر ابن خطاب رضی الله عنه به نزد ابوبکر صدیق رفت و این پیشنهاد را به ابوبکر صدیق رضی الله عنه داد که بسیاری از قاریان قرآن، بسیاری از حافظان قرآن و عالمان قرآن دارند کشته می شوند و ترس از این است که خدای نکرده با مرگ بسیاری یا بیشتر آنها چه بسا برخی از آیات یا برخی از
سوره های قرآن از بین برود، زیرا سوره ها و آیات اکثرا در سینه این افراد بود و در یک کتاب جمع نشده بود. این ترس و این بیم میرفت که چنین چیزی رخ بدهد و برای اینکه این سبب را بگیرند ابتدا عمر به نزد ابوبکر رفت. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ابتدا قانع نشد، زیرا معتقد بود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عملا چنین کاری را نکرده. اما پس از اینکه بارها عمر ابن خطاب رضی الله عنه این درخواست را از وی نمود، ابوبکر صدیق بالاخره میفرماید که آنگونه قانع شدم و قلبم به این موضوع قانع شد و قناعت را پیشه کردم در این زمینه که دیگر هیچ کس نمیتوانست جلو مرا بگیرد و با عزمی راسخ زید بن ثابت را به این کار گماشت. امر کرد به زید بن ثابت رضی الله عنه که جمع‌آوری قرآن را بر عهده بگیرد. زید بن ثابت یکی از قوی ترین و مشهورترین و جوانترین کاتبان وحی بود. جالب است که زید بن ثابت رضی الله عنه می‌فرماید که فوالله لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما کان اثقل علی مما امرنی به من جمع القرآن. اگر مرا امر می‌کردند که کوهی را از کوهها بلند بکنم و به جای دیگری بگذارم، به خدا قسم که سنگین‌تر نبود بر من از جمع‌آوری قرآن. یعنی جمع‌آوری قرآن بسیار بر من حتی از بلند کردن کوهی سنگین‌تر بود. این مسئولیت بسیار بزرگ، ارزش و اهمیت و عظمت قرآن را صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درک می‌کردند و می‌دانستند. به همین خاطر بسیار مسئولیت سنگینی بود که ایشان این مسئولیت را پذیرفتند و از عهده آن به تمام و کمال برآمدند. اما پس از آن مرحله سوم جمع‌آوری قرآن در زمان عثمان رضی الله عنه است. در زمان عثمان رضی الله عنه سببی که باعث شد قرآن جمع بشود یا به تعبیری دیگر تکمیل شود جمع‌آوری قرآن این بود که مصحفی که وجود داشت و یا آن نوشته هایی که در بین بسیاری از اصحاب وجود داشت و شاید بر روی آن مصحف زید بن ثابت نیز مصحف هایی نوشته شده بود، در بین مسلمان ها نشر شده بود. مسلمان ها که در آن زمان، در زمان عثمان رضی الله عنه که فتوحات اسلامی به شرق و غرب رسیده بود و همچنین تمامی مناطقی که به زبان عربی سخن میگفتند نیز مسلمان شده بودند و حتی غیر از عرب اسلام به سرزمین فارس، به سرزمین مصر، به سرزمین روم، به سرزمین شام، به سرزمین یمن و به دیگر مناطق رسیده بود. به همین خاطر اختلاف لهجه های عربی یا اختلاف حروف یا لهجه هایی که در بین خود عرب وجود داشت باعث شد که چه بسا برخی از قاریان قرآن دچار اختلاف نظر با یکدیگر می شدند و اختلاف هایی که به وجود می آمد گاهن در این زمینه به خلیفه مسلمان ها عثمان ذوالنورین همسر دو دختر گرامی رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید. به ایشان مخابره شد که چون این مشکلاتی در بین مسلمان ها دارد به وجود می آید، لهجه های خواندن قرآن متفاوت هست و اختلاف نظر و چه بسا ناراحتی و کدورت در بین آنها به وجود می آید که عثمان رضی الله عنه برای اینکه درب فتنه و فساد را و دشمنی و کینه و اختلاف را به تعبیر دیگر ببندد، امر کرد که قرآن را جمع کنند، قرآن های دیگر، مصحف های دیگر، نوشته های دیگر را کلا جمع کنند و قرآن را بر همان زبان قریش یا لغت قریش بنویسند که همان زبان فصیح عرب بود و همان زبانی که قرآن بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده بود بنویسند و آن قرآن را مصحف نامیدند و همچنین مصحف یا صحفی که در واقع آن نوشته هایی که آن برگه های نوشته شده ای را، آن آیات و سوره هایی که در نزد ام المؤمنین حفصه بود نیز آورده شد و آنچه که در نزد دیگر صحابه بود نیز
آورده شد و زید ابن ثابت و عبدالله ابن زبیر و سعید ابن عاص و عبدالرحمن ابن حارث ابن هشام، این جوانهای صحابه از طرف خلیفه مسلمان ها به آنها امر شد که در قرآن را در یک زبان که همان زبان قریش هست بنویسند و در یک مصحف که همان یک کتاب هست بنویسند و از روی این مصحف 6 مصحف دیگر یا 5 مصحف دیگر نسخ شد، یعنی کپی برداری شد و به اقصی نقاط جهان اسلام، به مراکز ولایت ها یا استان های اسلامی فرستاده شد، به کوفه، به بصره، به شام، به یمن، به مصر، که مسلمان ها دچار اختلاف نشوند و تنها این مصحف را که به زبان قریش و با اجماع صحابه و با رضایت صحابه بزرگوار نوشته شده بر آن اتفاق کنند. و بدین ترتیب عثمان ذوالنورین رضی الله عنه با این عمل بزرگ و عظیمش خدمتی عظیم نمود به کتاب الله و خدمتی عظیم نمود به ما مسلمان ها و خدمتی عظیم نمود در راستای از بین بردن دشمنی و کدورت و اختلاف بین مسلمان ها. با هم یک میان برنامه را ببینیم و پس از آن به بحث اهمیت قرآن کریم و فضیلت آن ان شاء الله خواهیم پرداخت.